پس این فینالو باید ببریم. فینالو میبریم تا تو حالیت شه جایی واسه پیرمردا نیست. واسه اینکه بفهمی تعصب ایتالیایی به پول ناصر خلاف میچربه فینالو میبریم. میگی فینال خندم میگیره. آخه 2 سال پیش فینال چمپیونز لیگو به من سیتی باختیم. امسال هم که تو فینال سوپرکاپ از این میلان کامبک خوردیم. میگی کامبک خندم میگیره. آخه تا وقتی مارکینیوش کاپیتانتون باشه واسه کامبک خوردن دیر نیست. بعد فینال اشکتون در میاد. آره وقتی دختر کوچولوی انریکه از اون بالا میبینه که باباش قهرمان اروپا شده هممون اشک میریزیم. اشک نه، ولی یا چربی که بعد شکست دادن سرطان چمپیونز لیگ میبره داد میزنه. مهدی که اولین ایرانی فاتح چمپیونز لیگ میشه نه از روی حسرت از شادی داد میزنه. دمبله‌ای که 3 گانه برده و توپ طلا تو دستشه رو به تو و بارسایی و تک تک بدخواهاش فریاد میزنه. آره انگیزه ها زیاده.